به اینجا میگن کوچه چتری ها. امروز توی این ویدیو قرار کوچه چتری ها در شهر وان کشور ترکیه رو بهتون نشون بدم. اول این کوچه رو میریم با هم یه دور میزنیم توش و بعد کوچه پس کوچه های اطرافش رو بهتون نشون میدم. سلام دوستان، مهران هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جذاب دیگه از سری تجربیات سفر به وان ترکیه. همینطور که میبینید الان داریم توی خیابون‌های باصفای شهر وان قدم میزنیم و توی این ویدیو قراره با هم بریم سراغ یکی از معروفترین، رنگارنگترین و پرطرفدارترین لوکیشن‌های این شهر، یعنی کوچه چتری ها. حالا چرا همه مسافرها وقتی میان وان حتما یه سر به این کوچه میزنن؟ این کوچه در واقع یه پیاده‌رو نسبتاً کوتاهیه که بالای سرتون کلی چترهای رنگی و خوشگل آویزون کردن و به نوعی سایبون این کوچه از چترها تشکیل شده و این زیبایی ها و فضای پر انرژی کوچه باعث شده اینجا تبدیل بشه به یکی از محبوب ترین نقطه های شهر برای عکس گرفتن، استوری گذاشتن و ثبت خاطره ها. از نظر لوکیشن و دسترسی هم اصلا نگران نباشید. کوچه چتری ها دقیقاً توی مرکز شهر وان قرار گرفته و نزدیک خیابون معروف جمهوریت و خیابون کاظم کارابکیر هست. خوبی بزرگش اینه که اکثر هتل‌های معروف و پرطرفدار وان در واقع توی مرکز شهر هستن و شما تو هر هتلی که باشین نهایتاً با حدود 10 دقیقه پیاده روی بدون اینکه ریالی هزینه بابت تاکسی یا اتوبوس بخواید بدید میتونید خودتون رو به اینجا برسونید. اما جذابیت این کوچه فقط به چترهای بالا سرش تموم نمیشه. دور و بر کوچه چتری ها پر از کافه‌های قشنگ، رستوران‌ها و بارها و دیسکوهای مختلفه. شب که میشه این منطقه کلاً فازش عوض میشه و یه حال و هوای خیلی زنده و پرشور پیدا میکنه. هم برای مسافران ایرانی و هم ترکای خود شهر وان و یه مکان اصلی برای دوره همی و تفریحات شبانه به حساب میاد. خب دوستان، کمی جلوتر همینطور که داریم نزدیکتر میشیم دیگه کم کم سقف چتری کوچه ها داره پیدا میشه. آماده باشید که بریم داخل کوچه و نمای نزدیکش رو با هم ببینیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. ویدیومو لایک کن و اگه تصمیم داری به شهر وان سفر کنی حتما کانالمو دنبال کن، چون کلی ویدیوی مهم دیگه در مورد شهر وان و جزئیات سفر به اینجا براتون گذاشتم. Tamam abi, ben o ben şimdi Serdar'a bir gün yemek yiyeceğim.
Dediğin yeri beyaz sarayı nasıl oluyor?